ترکستان موقع چین را نسبت مسلمانان ترکستان شرقی دستگیری می‌کند. نماینده ترکمنستان در این باره روز 14 ایول در نشست 47 شورای سازمان ملل متحد عاید به حقوق بشر اظهار داشت. این اظهارات بار دیگر نمایش می‌دهد که کشورهای آسیای مرکزی به چین وابستگی دارند. کشوری که این منطقه را نه تنها از جهت اقتصادی و مالیوی از خود کرده است، بلکه در بعضی جنبه‌های سیاسی در دایره‌های حکمرانی کشورهای آسیای مرکزی برتری دارد. کشورهای آسیای مرکزی یگانه کشورهای مسلمان نشین نیستند که برای دستگیری مستقیما یا غیر مستقیما سیاست حکومت چین را نسبت اهالی مسلمانی ترکستان شرقی اشغال شده زیر تنقید قرار می‌گیرند. Just across your border in western China, the Chinese government has imprisoned more than 1 million. چند پیش سروزیر پاکستان عمران خان در مصاحبه با روزنامه‌نگار آمریکایی جاناتان سوان هنگام پرسش درباره سبب‌های خاموشی او در نسل‌کشی تمیزکنی برای روزه و نماز در ترکستان شرقی پاسخ داد. China has been one of the greatest friends to us in our most difficult times. When we were really struggling, our economy was struggling, China came to our rescue. So بعدتر راهبری پاکستان به مسئله اویغورها برگشت و گفت که او به درستی معلومات درباره شکنجه علیه مسلمانان ترکستان شرقی باوری ندارد. اینچنین نماینده جنبش طالبان معتدل سهیل شاهین اویغورها را جدایی خواهان نامید و چین را دوست خود خواند. در اظهارات به SCMP او اظهار داشت که نمایندگان ما بارها در چین بودند و ما با آنها مناسبتی خوب داریم. چین یک کشور دوست است که اشتراک او را در بازسازی و رشد افغانستان استقبال میکنیم. سهیل اینچنین اطمینان داد که طالبان نمیگذارند جدای خواهان اویغور را که برخی از آنها در افغانستان پناه بردند در آنجا مقیم شوند. ناظران قید میکنند که کشورهای منطقه آسیا مرکزی به مثل افغانستان و پاکستان در مرکز نقشه های چین برای تشکیل راه نو ابریشم قرار دارند. چین راه نو ابریشم که آن را با اروپا و افریقا می‌پیوندد نیت دارد توسط آن اشیای خام و ذخیره‌های انرژتیکی را وارد کند و کالاهای خود را صادر کند. از این جهت رژیم‌های خودکامه و فساد زده در این کشورها همکاری با مقامات چین را افضل می‌دانند و به جنایت‌های وحشیانه و نسل‌کشی مسلمانان در ترکستان شرقی چشم می‌پوشند. Any way concerned about the Muslim Uyghurs in Xinjiang? Our discussions with Chinese will always be behind.